Audio Jungle. وقتی ما اقبال ما بادا مبارک دوستان، سربری ما تاج وحدت بر سری تاجیکمان، تاج زرین خالی ما بادا مبارک دوستان. مهمانان عزیز، برای گشوده شوی بینای نو زمانوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 دهه باغ زاغان جماعت ایدئات سر خرسو که با سیاست معارف پرورانه سرور دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ساخته شده است. خوش آمدید. خوش آمده مهمانان عزیز. تشکر.
سلام بهترین روز است. ما که اتفاقی ارزنده کشور منظم میاد در یک دیگر دست چیکار شده این موضوع میشه. شکل ما کار میکنه. فقط اشیاء چی انتظار نمایی خاموشی اشیاء. نکردم فقط دست نیستش. زبان تا بهترین چیز است. زبان شما دارید که زبان مقام دولتی نیست یعنی زبان توش. زبان این زبان دوستی نمیشه. قانون پرزنت بود که باید بکنی زبان است. موضوع دیگر که میشه که اگر شما علمی دقیق ناساز از تکنیک و تکنولوژی و اینفورماتیکا است که میخونم. اون با فیلم شده. بعد اکتیو دیگر است که مو اگر که پیش از آن وارد دوستا زبان تاجیکی خونم است. زبان منی خونم دونیم دیگر بکتر بهتر میشه. ما باید نمی‌موزیم. در یاد ما دامون در کار است که یکی زبان ما مشکلاتی که هم جمهوری بیرون رفته دیگر افزوده هم نمی‌تونه زبان تاجیکی دیگر نمی‌دونه زبان. حتما زبان خروجی رو استفاده می‌کنه. حرکت می‌کنیم که درستی معلمان رو برقرار کنیم. شما ناس موفقیت شما رو معلم. یک بار درسی سوم میشه. فقط اشتباه می‌کنم. مشکل نمی‌کنم. سو یخش روزی است، دوستی است، برادری است، امنیت است. اگر همه چیزا نباشه، هیچ چیزی نمیشه. ببینیم سو مملکت جهان آروم و تیز نیست. شکل‌ها میگه که مدرن مملکت تیز بود. زندگی دستی با خود. ما بچه‌ها سلام باشین. موفقیت شما باشه. سلام خوشحال. خوش آمده دوستانی مهربان خوش آمده السلام علیکم مهمانانی عزیز من شخصا از نام خودم و از نام کلیه مؤسسه شما را خوش آمده میگویم ما همه نداره خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرسانیم که برای ما خوانندگان چنین انشاءات نو زمانوی برای استفاده کردن داده است. همه ما وعده میدهیم که با بهای خوب و اعلا مؤثر را ختم کرده به وطن عزیزمان خدمت نماییم. از فیضی یزدان خان از مکتب بر لعلی عرفان خان از مکتب خوش آمدید به دیار ما. انا واسه ما مثل شما را خیلی خوش میشیم. ناز خونه کننده من همه کسب کرده رهبر میشیم. شرایطتون خوب از زندگیتون خوب میشه. حالا یک کار که نخواهد معامله داشته باشیم دونشیم. سلامت باشید. موفقیت شما. ممنون شما. درود و سلامی ما نثارتان باد محترم رئیس مهمانان عزیز حاضرین گرامی واقعا هم باعث افتخار و فرحمندی است که با مقصد سزاوار استقلال گرفتن جشن 33 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در همه گوشه و کنار جمهوری کارهای آبادانی و سازندگی و برگزاری چاره‌بینی‌های با شکوه ایدانه تحت عنوان شکوه استقلال با نظرداشت ترغیب سر و لباس ملی و هنرهای مردمی با مرام ادامه دارد و چنین گونه چاره‌بینی‌های ایدانه در تمام جماعت‌های دهاتی ناحیه بلجوان برگزار شده و امروز مردم سربلند جماعت دهاتی سری خاصار این چاره‌بینی با شکوه را در یک فضای آرام آسایشته و افتخار از وطن و وطنداری برگزار نموده ایستادند.
ҳозирини гиромӣ, ҳамчунин боиси ифтихор аст ки имрӯз дар арафаи рӯзи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи амалӣ гаштани нақшаи чорабиниҳо бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли нави хониш дар Сисул зери сиёсати хиратмандона ва маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон дар ду деҳаи ҷамоати деҳоти Сари Хосор, деҳаи Даштаро ва деҳаи Боғи Зоғон муассисаи таълимии навбунёд мавриди истифода қарор дода шуд ки барои баланд бардоштани сатҳи сифати таълиму тарбияи хонандагон замина мегузорад. ҳозирини гиромӣ, ҳамчунин бояд қайд намоем ки бо мақсади дар сатҳи баланди сиёсию фарҳангӣ баргузор намудани чорабиниҳои мазкур имрӯз як гурӯҳ меҳмонон ташриф оварданд. бо камоли эҳтиром баҳри шумо муаррифӣ менамоям. Сафарзода Бахтиёр Ғанӣ, раиси ноҳияи Балҷувон. Раҳимзода Абдусалом, муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини роҳбари гурӯҳи корӣ, бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Балҷувон. ташрифи шуморо меҳмонони азиз ба деҳаи зебоманзари Боғи Зоғони ҷамоати деҳоти Сари Хосор шодбош мегӯям. ҳозирини гиромӣ, суханро бо камоли эҳтиром ба раиси ноҳияи Балҷувон муҳтарам Сафарзода Бахтиёр Ғанӣ медиҳем. марҳамат. با هر یک شما حاضرین گرامی، اهل مهمانان که در اینجا حضور دارند، امروز باعث افتخار است که در عرفه روز دانش، یعنی آغاز سال خانش 24-25 در جماعت دهات سر خواستار ما دو تا انشاء افتتاح نمودیم. مؤسسه‌های مکتبی، یکی از این در دهه دشترو، دیگری در دهه باغ زاغون. پیش از همه من از حکومت جمهوری توجیکستان، شخصا از راهبر دولت، رئیس حکومت جمهوری توجیکستان، پرزیدنت جمهوری توجیکستان محترم امامعلی رحمانی می‌داری بیان می‌نمایم از نام اهل سکون ناحیه بلجوان. از می‌داری شخصا خطرم باز رئیس کمیته انداز نزد حکومت جمهوری توجیکستان، راهبر گروه کاری بخشیده به 35-سالگی استقلال دولتی در ناحیه بلجوان محترم دولتزاده نصرتالله مخفی صمیمانه می‌داری بیان می‌کنیم. امروز باعث افتخار است که در چاره‌بینی امروزهای ما معاون رئیس کمیته انداز نزد حکومت جمهوری توجیکستان، معاون راهبر گروه کاری محترم راҳимзода Абдусалом اشتراک دارند. ما در یکجایی رفته دو تا انشاءات افتتاح کردیم. می‌داری خیش را به علم صاحبکاران وطنی که توانستند در یک مدت کوتاه با ما انشاءات‌های حاضر زمان ساخته به اتمام رساندند. هیچ وقت بچه‌های ما، جوانان ما دست به کارهای ناشایسته نزدند. باید هم وقت حرمت احترام یکدیگر را دانیم. از تاجیک بودن خودمان باید فخر کنیم. نگذاریم که دیگر ملت‌ها ما را تاجیک‌ها را تن نزنند. و جوانان و علاخص به شما با هر خیلی گروه‌هایی هستند. می‌بینید در داخل شامل‌شوی بعضی جوانان با دیگر گروه‌ها شده. حالت‌هایی که در روزهای اخیر دیدن در خارج کشور شد. تاجیک از اول ملتی با فرهنگ بود، ملتی بود که تاریخی کهن داشت، ملتی که بنیادکار بود، سوزنده بود. ما بار دیگر میگم که نگذاریم که دیگر کسی ما را سنگ معلومات زنند. در آخر به هر یک شما آرزو دارم که همه وقت چهره خندان باشد. مثل الان روز جمهوری ما تنج و امان باشد، هم خیلی آفتاب پرفشان باشد و کسب و کار هر یکی ما شما برکت عطا کند و او دستور سپاسایی که از طرف حکومت جمهوری توجیکستان میشد، از طرف مقام اجرای حکومت دولتی ولایت خرطوم میشد، از طرف مقام اجرای حکومت دولتی ناحیه بلجوان میشد، یک دلانه سرجمانه باید که ما اجرا کنیم، پس سر کنیم. و هر یک شما تنی صحت، خانه آباد، بردباری ها تمام دارم. سلامت باشید. تشکر زیاد محترم رئیس. حاضرین گرامی، سخن را با کمال احترام
با معاون رئیس کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، معاون راهبر گروه کاری بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه بلجوان محترم رحیمزاده عبدالسلام میدیم. مرحمت. محترم استادان، آموزگاران، خوانندگان، پدر و مادران گرامی، وزیران گرامی، تعجیل روز دانش در آغاز سال خوانش یکی از عنعنه‌های نیکی دوران صاحب استقلالی تنتنا و بزرگداشت سواد و دانش و خرد و معرفت مردم کهن بنیاد تاجیک میباشد. آغاز سال نو تحصیل روز دانش را به همه خوانندگان از جمله با آنهایی که امروز بار اول به آستانه مکتب قدم می‌نهند و به اهل علم و معرفت مملکت و پدر و مادران گرامی صمیمانه تبریک میگویم. در این روند فراهم آوردن تمام شرایط ضروری برای علم و دانش آموزی نورسان و جوانان یکی از وظیفه‌های مهمترین دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار می‌رود. نیاگان بزرگی ملت تاجیک در مسیر تاریخی بوی خلقمون و آموختن علم و معرفت و کسب و هنر توجه خاصه ظاهر نموده توسط آثار جاودانه خود انسانیت را با راه فرا گرفتن علم و دانش همچون عامل رهایی از نادانی و جهالت و رسیدن به رشد ترقیات هدایت کردند. هموطنان عزیز، میخواهم اظهار باوری نمایم که ساکنان این زاده یعنی که زاده ناحیه بلجوان دستور هدایت‌های پیشوای ملت را با کمال مسئولیت افتخار پیروی نمودند. جهت عملی سازی کارهای بنیادکاری و آبادانی که در ناحیه بلجوان به نقشه کشیده شده است، تمام کوشش و غیرت و دانش و تجربه و امکانیت‌های واقعی خود را صمیمانه استفاده خواهند داشت. هموطنان عزیز، وزیران گرامی، بار دیگر همه شما را با مناسبت روز دانش و با مناسبت مولد بهره برداری قرار دادن مؤسسه نو تعلیمی تبریک و تهنیت گفته و همه شما سلامتی و سعادتمندی و برای کار آرزو می‌نمایم. بگذار وطن عزیز ارجمند ما تاجیکستان صاحب استقلال همیشه آباد و بی‌غزن و پرچم استقلال دولتی آن از سالها بالای سر ملت کهن بنیاد ما پرتافشان باشد. از توجهتان می‌ندارم. سلامت باشید. تشکر زیاد محترم رئیس. حاضرین گرامی، یک قطار ساکنان و صاحبکاران وطنی برای سهم ارزنده گذاشتن در رشد و پیشرفت دهه به سپاسنامه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه بلجوان سرفراز گردانیده می شوند. سپاسنامه برای سهم ارزنده گذاشتن در رشد ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق ناحیه، فعالیت پاکوجدانانه، صداقتمندانه در همه سمت‌ها، تربیت کادرهای جوان، مساعده در روند کارهای آبادانی و سازندگی، در روحیه وطن دوستی تربیت نمودن نسل جوان و اشتراک فعالانه در چاره‌بینی‌های سیاسی و جمعیتی ناحیوی و ولایتی، طالب خیرالله سابقه‌دار مهنت و سپاسنامه رئیس ناحیه بلجوان سرفراز گردانیده می شود. مرحمت. مبارک شود شما را از نام حاضرین گرامی، همچنین تحفه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه بلجوان با کتابخانه دهه باغ زاغان جماعت دیهاتی سر خونسار سرفراز گردانیده می شود. برآمد. تشکر زیاد محترم رئیس. مهمانان عزیز، حاضرین گرامی، با مقصد در سطح بلند فرهنگی برگزار نمودن چاره‌بینی مذکور، هنرمندان بخش فرهنگی ناحیه یک برنامه فرهنگی آماده نمودند
با کمال احترام منظور شما مگردونیم. مرحمت.